اگر کسی از شما پرسان کرد که ظالم ترین انسان در روی زمین کینه، بگیم کسی که مساجد خدا را تخریب میکنه، کسی که حوزه های علمی مسلمان ها را تخریب میکنه و کسی که علمای دین را شهید میکنه. اولئک ما کان لهم، آن گروه ما کانه نمی باشه برایشان ان یدخلها، این که اینها درآیند در آن مساجد الا خائفین، خود اینا به مساجد سر و کار ندارن، مسلمان ها مانع میشن از مساجد. ای عادت مشرکین بود، ای عادت یهودیت بوده، عوضی که بیاین خائف، عوضی که بیاین ترساننده، ولی متکبرانه مساجد را تخریب میکنن. مگر کار ساده‌ای بود مسجد شیخ فیض در مشهد؟ ای که دنیای عالم اسلام به خواب غفلت رفت، مگر این کار ساده بود که مسجد تخریب بشه و بالاخره پارک ساخته بشه؟ این کار ساده نبود. ولی امروز کسی نیه که از این حکمتداران قلدر و ظالم پرسان کنه. احکم الحاکمین میپرسه، اعدل العادلین میپرسه. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی، والله شبی دیگر نمی سوزد. ما از تفرقه حرف نمی زنیم. بیاین مسئولین کلاه خود را پیش خود بگذارن، فکر کنن و بالاخره که 25 میلیون اهل سنت و جماعت چی جرمی داره؟ جرم اینا چیه؟ جرم اینا اینه که عمر را دوست دارن. خب بابا عمر بود که آمد تو ایرانی را مسلمان کرد. اگر در ایران امروز هر کس میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، از برکت فاروق اعظم هست.